سلام، به برنامه آزادی آنلاین خوش آمدید. هیئت حکومت تاجیکستان روز 4 نوامبر نو شد. از 22 عضو حکومت 17 نفر در منصب‌های پیشینه خود ماندند یا جای عوض کردند. تنها 5 عضو حکومت نو شد که دست کم 4 نفر آنها نیز قبلا در شرکت و اداره‌های دولتی و حکومت‌های محلی کار می‌کردند. جای عوض‌گونی که مخالفان همواره تنقید می‌کنند. 2 هفته پیش در یک نظرپرسی خبرنگاران رادیوی آزادی در دوشنبه بسیاری از رهگذران گفته بودند که هیئت نوی حکومت و وزیران آینده را چگونه دیدن می‌خواهند. یاش باشند، برای که آدمای یاش فکری عقیده‌شون دیگر خیلی است. آدمانی به انصاف باشند. همه کار کند که خودش پیش از همه کار خود راضی باشد. حالا بسیاری از کاربران در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی گفتند از جای عوض‌کنی کادرهای به قول آنها کهنه بهبودی را انتظار نیستند، چون به نوشته آنها این افراد سالها باز در سر منصب هستند ولی نتوانستند که مشکل بیکاری و کمبزاعتی را حل کنند. شخصی با نام تاپ زوزده در صفحه اینستاگرامی رادیوی آزادی نوشته است: باز همان آدمان. به فکرم در جمهوری تاجیکستان آدمی دیگری نیست. یگان آدمی نو گیرید. اینقدر جوانان تحصیل میکنند، آنها را به کار گیرید. کاربر به ذکر نامش در سامانه رادیوی آزادی نوشته است که وزیران در تاجیکستان کیها باز مسئولیت خود را اجرا نمیکنند و از یک یاردمچی یا یاور بیش نیستند. وی گفته است چیزی که جناب میگوید وزیر دست به پیش بر اجرا میکند. نه سیاست ساحه دارد، نه مستقلی هنگام گرفتن یگان تصمیم. منیر باباجانوف در فیسبوک نوشته است که منصب در تاجیکستان باید نه کار بلکه بیشتر مسئولیت باشد. شرح او چنین است: همه‌شان آدمان خوب هستند. الهی به وطن صادقانه خدمت کنند. همین را دانند که وظیفه کار نیست، این مسئولیت و جوابگری است. یکی از شهرنویسان به هیئت حکومت وارد شدن دلیر جمعه رئیس شرکت پامیر انرژی را ستایش کرده است. این خواننده نوشته است که در زمان رهبری او شرکت پامیر انرژی خیلی پیشرفت کرد و تأمینات با نیروی برق در ولایت بدخشان بهتر شد. ولی یکی از کاربران با نام خیمه‌دوز گفته است با یک دلیر جمعه عالم گلستان نمی شود. برای آنکه حکومت دیگر شود باید حداقل سروزیر با معاونانش، همه وزیران، رئیسان کمیته ها و دادستانی کل عوض شوند. عجمی از آن نگرانی کرده است که ظاهراً رئیس جمهوری تاجیکستان ذخیره کافی کادری ندارد. او می نویسد همان وزیرانی که 8 سال باز در وظیفه هستند باز از نو تصدیق شدند. این خیلی نگران کننده است، زیرا مردم تاجیکستان از رهبری دولت تغییرات کلی کادری در تمام ساختارهای دولتی را می خواستند. مهاجر هم عینی گپ را نوشته و گفته است که در هیئت حکومت چیزی تغییر نیافت و پرسیده است یک چیز را نمیفهمم. دانشجویانی که هزار سومانی خرج کرده و 5 سال میخوانند و دیپلم میگیرند باید به کجا روند؟ در این قطار آنهایی نیز هستند که هرچند از تغییرات در حکومت راضی نیستند ولی گفتند که منتظر تغییر در شیوه کار وزیران میمانند. مسلم در سامانه رادیوی آزادی خطاب به منصبداران گفته است در همه گونه وضعیت خلق عادی را فراموش نکنند. در همین جا برنامه را به پایان میبریم، ولی بحث ها درباره تغییرات کادری و هیئت نوی حکومت تاجیکستان در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام ادامه دارد. اگر پیشنهاد و گفتنی دارید به واسطه ایما و وایبر و واتساپ و تلگرام به این رقم ها فرستید. تا دیدار در برنامه دیگر.